دونالد ترامپ که در بسیاری از نظرسنجی‌ها از رقیبش عقب میماند در اول مناظره از عملکردهایش در مبارزه با کرونا ویروس نو حمایت کرد. او گفت که امریکا به زندگی با ویروس عادت میکند و ممکن است آخر امسال واکسن به ضد کووید 19 را به دست بیارد. دونالد ترامپ همچنین خواستار بازگشایی شرکت و کارخانه‌ها و نجات اقتصادی بزرگ امریکا شد. جو بایدن در جواب گفت که با وجود دامن پهن کردن ویروس در ایالات متحده، دونالد ترامپ هیچ برنامه برای گرفتن پیش راه زمستان تاریک و مرگ و میر از کووید 19 را ندارد. دونالد ترامپ نیز با حمله لفظی به جو بایدن او را سیاستمدار فاسد نامید و اتهامات به ضد بایدن و پسرش هانتر را تکرار کرد که 5 سال و سال 2014 عضو شورای مدیران شرکت اوکراینی بوریسما بود. جو بایدن گفت پسرش هنگام فعالیت در این شرکت انرژتیکی اوکراین هیچ کاری خطایی نکرده است. دو نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره مسائل امنیتی، بحث نژاد، امنیت انتخابات، چین و مهاجرت، تغییر اقلیم، انرژی و اقتصاد بحث کردند. انتخابات آمریکا روز 3 نوامبر برگزار می شود.